آی سانچا، من محسوم شیریم از شهرستان تربت جامم. معلولیت دارم، عمایه زانو و دست. من پدر بالا سرم ندارم و خرج زندگی ما از صنایع دستیم در میارم. تو خونه کار میکنم. جنگ بود که ما با اسرائیل بودیم. جنگ تمام شد که ما با جمهوری اسلامی بودیم. در حال مذاکره بودن این دوتا خارکسته که ما با آمریکا بودیم. بعد ما رو کردین بچه پنشیر. بعد از پنشیر با بچه های مزار شریف اومدن نه تو که با اونی. هوای خودتون رو داشته باشین، شیشتون نذارین بینتون خارکسته بازی بندازن. و منم از امروز آقای خانم یه قولی به شما میدم، هیچ بچه چونی رو دیگه بزرگ نمی کنم. سلام به جوجه های بندری های منی. سلام بچه ها، خسته نباشین. من امروز یه مهمان ویژه دارم. من معمولا زیاد لایو نمیام، خاطر اینکه من به تو سیستم لایو نمیتونم قشنگ کس بازی خودم. چه خبر بچه ها، خوب هستین؟ خیلی آقایی، همه خفن خودتونین. داداشای من خفن، خواهرای من خفن، شمایین. من خفنگم، یعنی که خفن با آخرش یعنی گند زده است سیستم من. آره داداش، چه خبر؟ من امروز یه مهمان ویژه دارم. حقیقتا دلیلی که عینک زدم به خاطر اونه. داشتم یه 5-6 ماهی بود لایو نیامده بودم، چون حقیقتا لایو که میای باید میزان باشی. لایو میای میزان نباشی لایو به درد نمیخوره. وایسا داداش، وایسا. بذار داشی، من اینجا یه ذره کمر من یه ذره چیزه، کمر من اینجا 4-2-1. بذار من برم اون سیستم اونور رو درست کنم. سیستم اونور رو وایسا. بچه ها سلام، آدینه بکن. خب عزیزانم، عزیزای من، گلای من، جیگرای من، یه ثانیه من یه مهمان این لایو شماست، من مهمان شما اینجا. آقا جیگر، مگه تو کله شما، ببخشید خودمو میگم، مگه گچ تو کله ماه؟ آخه من نمیفهمم. من کسکش 12 سال اسیر خارجم. من خارکسته راه میرفتم تو این آمریکا، رفیقای من اینجان. عباس بابایی کسیش، تو به مردم بگو من چه خاری از من گایده شد تو آمریکا. تمام اینجاهای شلوار من میرفت، من راه میرفتم. حداقل اگر میخواین بگین آقا جنگ بود که ما با اسرائیل بودیم. جنگ تمام شد که ما با جمهوری اسلامی بودیم. در حال مذاکره بودن این دوتا خارکسته که ما با آمریکا بودیم. بعد ما رو کردین بچه پنشیر. بعد از پنشیر با بچه های مزار شریف اومدن نه تو که با اونی. من میگم این ور بچه جوجه‌ای که تازه بلند شدن، مگه اون موقعی که آیسی شاشام اصلا پسر شاه نوه رضاخانه، کی اصلا اینو مدش کرد؟ مگه سال 2022 انقدر اینجوری شلوغ بود که همه جلسه بذارن و بگیرن و بزنن و نه آیسی زیر نیم متر کیر میره ولی زیر حرف نمیره. میدونی چی بهت میگم؟ الان هم دیدن بعد قرنی آیسی اومده اینجا، یه تریبون بزرگ داره،
و عاشق خاندان ایرانساز پهلویه، حالا میخوان خارکس بازی از وسط بشکنن. نه، خار خودتونو بگاین، من هیچ تغییری نمی کنم. من عاشق خانزاده بازی هم، عاشق خان و خان بازی هم. و یه چیزی هم من به شما بگم، الان من قبلا تاریخ خیلی خونده بودم، خیلی. همیشه به من میگفتن از وقتی که اصلاحات ارضی شد ایران به لرزه افتاد. میدونی اصلاحات ارضی یعنی چی؟ جوانهای مملکت، شما صحبتهای من خیلی راحت میفهمین، چون من از خارکسته دیگه کس خارج دیگه اصلا سواد ندارم که بهتر صحبت بکنم. خب اصلاحات ارضی یعنی چی؟ یعنی اومدن هر چیزی که خان و خوانین داشتن، یه سریا مثلا کار میکردن و هم راضی بودن، اومدن خار خانه گاهیدن، گرفتی چی شد؟ گفتن آقا بیان همه با هم بخوریم. خب ولی نیومدن بگن آقا همه باید درست با هم بخوریم، که همه درست نخوردن که، بعد همه اومدن همدیگه رو خوردن. گرفتی چی شد؟ الان هم داداشی من یه چیزی بیزم، من خواهرای من بچه امروز نیستم که، من خواهرم گایده شده تا به اینجا رسیدم. ازم بخوام براتون تعریف بکنم کسگیجه یانو میگیری چی بهت میگم؟ بعد حالا این وسط میاد اون با اون، آقا چرا جر وست میکنه؟ یارو اگه آقا دهن آیسان گاییدم بذار بگاه. یارو میگه آقا این اونجوریه، طلایی که پاکه جیگرتو برم چه من ندش به خاکه. این من میگم قبل اینم که بیام تو مدیا زیاد چپ و راست و بالا پایین این کس بازی ها رو بالا، خیلی خارکس بازی هست آقایون، انقدر خارکس بازی هست، انقدر خارکس بازی هست، این به اون، این به این، زیر به بالا. یعنی اینجوری که موتور ماشین کار میکنه، مثلا سیبک خارکسه باید بگیره به پلوس، نمیدونم کاربرات باید بگیره به اون، از اون بیشتر خارکسه بازیه. باورتون نمیشه مردم. هوای خودتون رو داشته باشین، شیشتون نذارین بینتون خارکسه بازی بندازن. و منم از امروز آقای خانم یه قولی به شما میدم، هیچ بچه چونی دیگه بزرگ نمی کنم. این تریبون از اول مال مردم بود، این تریبون از اول اومدین دیدین عکس با کی بود، من با کی هم. از امروز به بعد فقط مستضعفین، چون یه سری بچه کوچولو از دور مایه میخوایم مثلا خودمون رو پایین بیاریم که مثلا رفاقت بود. بعد میبینم نه اینا هم دارن وسط مشتواری میکنن، نه ما با توییم آقا ایسانا. من خودم از 6 ماه بار خارکوزه با پدر خودم صحبت نمیکنم، حالا حوصله نه، حالا لابلای 2 تا لایک به اینا میکنیم فلان میکنیم. اینو جدی گرفتن قضیه رو، فهمیدی؟ پس در مجموع دارم بهت میگم کیرتن، فهمیدی چی شد؟ خودت عشق، با افتخار با افتخار با افتخار طرفدار خاندان ایرانساز پهلوی هستم دیگه، به بقیه کیرته دیگه. آره حالا الان این لایو موضوع اون نبود اومدم. ولی عکسی که امروز گذاشتم از اروپا، این دانیال بنده خدا رفت اون ویدیو آخر رو پیدا کرد که صدای منو مادر جندا کات کردن، فهمیدی؟ من اون ویدیو کامل خارکوسه رو اسکرین ریکورد گذاشتم ولی صدای اون پیج خدا رو روش گذاشتم، فهمیدی؟ سوشا دهنش چی؟ این پسره هم گرفتین داغان که اعصاب اینم خورد کردین بابا. آقا به پیر، آقایون خانوما، آقایون اینفلوئنسر، آقایونی که تریبون دستتونه، یکی حالا تریبون مسجد جامع گردکل نوشهر داره کوچیک‌تره، یکی دیگه مثلا تریبون مسجد جامع تهران داره، یکی دیگه هم که تریبون میدان آزادی دستشه دیگه، همینجاست که با ملته، از خود ملت برخواسته. کسی که یارو عکس گل و عکس کیر خر داره، چرا آخه معصابتون رو خورد؟ آقا اصلا یارو به من گفت خواهرتو گاهیدم. خب داشتی خواهر داری؟ نه. کی هست؟ نمیدونم، عکس گل شمدانیه.
آخه من میگم جنایتی که سوشال مدیا در مملکت ما کرد هیچ جای دنیا نکرد. جنایتی که این جمهوری اسلامی و سوشال مدیا با همدیگه بلایی که سر ملت آوردن، وگرنه اینا 2 سال پیش تمام بودن. الان خیلی راحته دیگه، اصلا تو خودشون یه سریا با یه سریای دیگه هم. میدونی چی بهت میگم؟ یه سریای وسط دلغک بازی اصلا کاسبی میکنن. یارو اول میره توی گروه، بعد از تو گروه خارکسته میره تبلیغ شورتسوتی هم داره میکنه. این چی میگه خارکسته؟ حالا به هر حال بچه‌ها همه چی کیلتون ناراحت نباشید. حالا وایسا یه مهمان ویژه دارم. مهمان بذار کولر رو بزنم. وایسا عمو داوود بودی میخوام داداش. بعد این که داداش میگی چرا لایو نمیذاری، من اون سری که کیری میخواستم منو خراب بکنن انقدر کمپین زده بودن، کمپین جان کیره که فالوور پای آقا یه کمپین دیگه بزنید من آنفالو کنم، من یه ذره فالوورم ریخته. انقدر ما رو ریپورت کردن. میدونی چرا دیگه؟ چون قلب که خارکسته طلاست، فرزند خدام دیگه نمیتونن کاری کنن که، وگرنه مگه میشه 4 سال 10 بار باید این پیج بسته بود تا الان. خب انقدر ما رو دیپورت چیه دیگه؟ دانیال بدبخت فقط شب تا صبح نشسته، هنوزم پیج ما خارکسته ایراد داره. ساشا جان آقایی تو از اول مشتی بودی، با معرفتی، حال میکنم باهات آقایی، آشه گلم، پروردگار بیاد تو زندگیت یه جوری هولت بده به سمت جلو که بگی آقا من دیگه نمیخوام برم، خدا ول کن منو. آره خوشگلی دو ورد زمونه، رفتی توی همون زنونه، بیا کیسه بکشم تو رو. میدونه رویز خارکسته رو باید آتیش کنم برم خانبازی. خب بذار من مهمانم رو بیارم یه لحظه. این چجوری میزنن نویسه. خواهر گلم من اسمت فدای تو بشم، یادم رفت. ایداد ریکوست داده، به ریکوست بیاد بالا. خیس عرق شده آقا. چشم ما ساعت 7 صبح تمام نزنین آی فلانا. بچه ها این خواهر من بود که انگشتر و اننگو اینا میفروخت، خوشگل بود، عینک گرد زده بود. همین چند روز پیش 4-5 تا استوریشو گذاشتم، یادتون هست چی بوده؟ خواهر من. ای وای بچه ها این خانومی بود که چند روز پیش اومد، خواهر من اومد، خوشگله، 7-8 تا. حسین جان اون بادمجونا تو کس ننه داشتم همه. کسه اون چیه اون همه خار کسه اونجا رو فرستادی؟ ناموسن خوش به حالت چیه من خواهر من؟ چی خوش به حال؟ چی تو ارتفاع نشستیم خوش به حال؟ چی خوش به حاله؟ ما زندگی نهاریم که خواهر گل من. خوش به حالی چیه من؟ بابا میتونین حرکت کنین، میتونین عرق بریزین، میتونین سلامت باشین. خدا وکیلی در زندگی خودم هیچ موقع دوست نداشتم جای هیچکی باشم. به قرآن مجید همش میگفتم نکنه خارکسته ایدز میدز داشته باشه، حالا ما بریم تو وجودش این کسکش ایدز بخواد ما بگیریم. فهمیدی؟ مثلا همیشه پولدارا رو که میبینم خیلی پولدارن، به خودم اینجوری میکنم، میگم آسی دوست داشتی جای این بودی الان؟ بعد اول میگم آره، مثلا میبینم یارو هیکلش خیلی کیریه، بعد میگم خب کسکهارش دیگه، پول که هست، میرم ورزش میکنم هیکلش درست میکنم. بعد میگم نکنه کسکیش مثلا ما سنکولیه داشته باشه دردش ما بکشیم. میفهمی چی بهت میگم؟ حالشو ندارم حاجی، همینی که هستم خارکسته خیلی عالیه. بعد تو منو داشت آقای ایران دوست نوکرتم، خیلی آقای خوش آمدید داشتم، ولش کن درگیر نشو، ادمین چی عینک زدم دارم زاغ میزنم، ولش کن داشی، خیلی آقای خدا تو رو سلامت نگه داره. این مال آقای
ایران دوست جیگر من هیچی دیگه الان خواهرمون گاییده است از الان دیگه مثل عروسی سلام آقا رحمت نوکرم دایی آقا چاکر آقا رحمت آقا یه دقیقه وایسا بدونی که با مهربون خواهر گلم زودتر بیا من داره شارژ بدنم تموم میشه کجایی آقا انقدر ریکوست نمیچرخه این ریکوست نمیچرخه یه دقیقه داشت من یه دقیقه ریکوست ندین تو رو خدا یه لحظه من این جیگر منو بیارم بالا ای با حاجی من هر جوری هست بود این خواهر منم بهش قول دادم ای داد خواهر گل من یه کامنت بذار بده معصومه جان تو دیدم معصومه جان تو رو آوردم 60 بار دیگه استوری هم بذار یکی دیگه این بنده خدا گرفتارتره معصومه جون جیگر تو که خواهر منی میدونی من تو قلب من جا داری که بذار یه دقیقه معصومه جون بذار اول این خواهر بیا معصومه جان بیا بچه‌ها این زده بود که لیمیت موزیکت پر شده آهنگ داره میخونه بعد من زدم روش عشق از فرا بچه اصفهان همه دم مشتی آقا اسم این خواهرمو پیدا کردم خواهر گل من خواهر خوشگل من خانوم داده رقیه بیمار پروانه‌ای انقدر خوشگله انقدر خوشگله انقدر خوشگله انقدر خوشگله انقدر خوشگله که هر چقدر بگم کمه آره دانیال این یوتیوب داشت میخون زده بود نمیدونم چی زدم روش خارکوسه قطع شد آره حالا اب نره دوباره اومدیم دیگه چیزی نیست که الان اینو کم کنم دانیال اینو کم کنم یا الان باز شر میشه این دانیال سهرابی پهلوان وای بنازمت من تو کشتیگیر مورد علاقه منی داشت من دانیال سهرابی آقایون میدونین کدومه دیگه همونی که سر و صورت و فک و دهن و بدبخت یارو زدن آخرم با برونز شیرمرد اومد آره خب بذار حالا خواهر منو بیارم تا الان شارژم داره تموم میشه شارژ خودم صبر کن وایسا چجوری میشه تگش کرد خانومه نمیاد این که آقا یه خانومی بعد خواهر من خانوم رقیه بیمار پروانه‌ای یه دقیقه میتونیم بهش چیز بکنین یه ریکوست آقا کسایی که با پیج فیک میان مثل این که آدم ندونه پدرش کیه ای خواهر این زندگی رو گاییدم آره چه تیکه ای آقا دوستانی که کاوه جان سلام میگم فرباد جان دوستانی که اول پرسی میکنن الان برادر شما من با این قیافه شکم درد دارم یا پلو درد دارم یا سرما خوردم خوب میزان من دوستان بذارین من اجازه بدین بذار همه برسه برادر این الان دوباره شد مثل صبر نمرایی دوتایی ستایی بذارین خواهر من بیارم یه دقیقه وایسا میارمت ای خواهر من چشم یه دقیقه صبر کن برادر یه دقیقه صبر کنین ای برار پیدا ببینمش جان مادرت بیا بالا آرمین جان لباس کردی باید معلم بیاد انقدر پیچ با پیچ داره میترسم خودم خفه کنم صبح به من تکست داده بودی میگم چی گفتی آره خواهر گل من ریکوست دادم تو رو خدا بیا بالا من تمام انرژی من تموم شد دیگه مردم دیگه میخوام برم خسته شدم خدایا اگه قسمتش هست که خودت جور کن دیگه من خسته شدم
حالا این باز میگه صدا زیاده. با بیا با گاییدی، ما تمام مملکت رو دارن کنترل میکنن. اونو زیاد بکنید چون به این پول نمیدی اون قد میشه، اونو به اون وصل میکنید دیگه، ول کنید دیگه. خار ملت گاییدین که با این برنامه‌ریزی کلیتون که یوتیوب وصل باشه اینستاگرام قد میشه، اون به اون پول میده. اینو بیا خب معصومه جان، بیا فدای تو بشم، بیا قربونت برم، من بیا من که دل نرم به تو، بیا کجایی، بیا فدات شم، من بیا. چجوریه این گو تو لایف؟ بیا جان من، بیا فدای تو بشم من. خدا میدونه که باید پیش کی بفرستدی. بیا جیگرتو برم. سلام. سلام جیگر من، ببخشید من گفتم بذار اول اون چیز رو بیارم، بعد دیدم قسمت توه، فدای تو بشم. قربونتون برم. حالا تو خوبی؟ چطوری؟ من تو رو اشتباه گرفتم، من اصلا شرمندتم. من میدونی قربونتون من برم. فکر کردم فری. وای ببخش منو. سلامت باشی. من به جان پدرم قدیر قسم یه لحظه یه دوست دیگه دارم معصومه. شما اسم چیه؟ من اسمم معصومه. معصومه جان، شما همونی که آقا رضای شیری معرفی کرد رفیق شدیم با هم؟ آره. الهی آره. من فدای تو بشم. من اصلا هیچ من وقت تو رو قربونتون نیاوردم برم. تو رو. شرمندم به روح مال. آی فریبا خدا تو رو نکشه فریبا، من فریبا اشتباه گرفتم. وایسا الان من چیزی بگم. جان، بگو من تو. اصلا من دیگه صحبت نمی کنم، تو صحبت کن فقط. بگو جیگرتو برم. من ضربان قلبم رفته بالا الان. دستام میلرزه. اصلا باورم نمیشه اومدم اینجا. برای چی؟ فکرشو نمیکردم. تو من فکرشو نمی کردم که خدا بخواد من و تو رو چش تو چش کنه با هم دیگه. به روح مادرم اینو به راست میگم. وقتی اومدی بالا. آره. خب خوبی؟ آره خوبی؟ سلامت باشی. ممنونم. آره ببین یه چیزی بذار من به تو بگم. تو انقدر، چون من هی دیدی به تو میگفتم بودم من تو رو آوردم بالا، من اصلا خدا رحم کرد آوردم، وگرنه من همش فکر میکردم اشتباه گرفتم با یکی دیگه. میدونی چی بهت میگم؟ بله. میگم یه چیزی بخوام بهت بگم، چهرت خیلی مهربونه. انقدر مهربون هستی انقدر. آره. شما لطف داری. ممنونم. نه یه دقیقه جان آیسان بهت میگم همینقدری که چهرت هست مهربون هستی همینقدر. آره مهربونم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ یه ذره برای من تعریف کن چیکار میکنی، بذار ما همه رفیقا با تو آشنا بشیم. آقای ساق قربونت برم. آقا رو بردار، همون آیسان خالی، آیسان خالی. آیسان جان، من معصوم شیریم. از شهرستان تربت جامم. معلولیت دارم. عنایه زانو و دست. من پدر بالا سرم ندارم. و خرج زندگی ما از صنایع دستیم در میارم. تو خونه کار میکنم. خب چی میفروشی؟ من عروسک میفروشم. من معصوم خانم عینکمو بزنم به خاطر نور، خب اوکیه؟ عینک بزنم یا نزنم؟ بزنی اشکال نداره. نه بزنم تیپ بهتره فکر میکنی با عینک؟ آره. ای جیگه. خب چی میفروشی معصومه جان ببینم؟ به ببینم. عروسک میفروشی؟ آره عروسک بپوشم. خرج زندگیمو در میارم. الان خیلی چند تا خوشحالم. عروسک آماده داری؟ الان این چند تا خوشحال چیه بابا؟ من و تو خواهر برادریم. من و تو این پیج من، خب مال همین مال من و تو دیگه. من و تو کسی رو نریم معصومه جان، هیچ کسو. اصلا نمیتونم حرف بزنم از این نه حرفا. اصلا نمیخواد. اصلا ببین یه موقعی احتیاج به صحبت نیست، هیچ چیزی نمیخواد بگی، از صورتت مشخصه. منم مثل تو هم، منم مادر ندارم، خواهر ندارم، برادر ندارم، پدر ما نصف نیمه است. منظورم که فکر نکن وضعیتت همین که نفس میکشی انقدر خوشگلی خودش عالمی داره. متوجه شدی؟ الان چند تا عروسک اونجا داری؟ من 100 تا دارم. 100 تا آماده دارم.
هیچ کم ازم نمیخره 100 تا دونه چنده؟ من مگه مردم؟ و فقط قربونت 6 تا. برم. گوش بده، اینا برای شما اینجاست، منو ببین، اینا رو برای شما میذارم اینجا، برسه به یه جایی تک تک اینا رو میارن پایین همه رو. آره بابا، 100 تا دونه چنده؟ دونه 200 تومنه. میشه چقدر رو هم دیگه؟ نمیتونم. میشه 20 میلیون. نمیتونم. خب من تموم این 100 تا فروخته شد، این 100 تا مال من. خب این 100 تا مال من، بعدم میبرم همه رو یه جایی میدم که فقط برای دعا بکنن. تو 100 تا دیگه همه الان آماده کن. الان من این لایو رو قطع بکنم، جیگر من انقدر به تو مسیج میدن، انقدر تو رو دوست دارن، تو رو ندیده بودن تا حالا که، تو رو هیچکی ندیده بود تا حالا که. وگرنه مردم شیفته تو هن. مردم تو رو دوست دارن، عاشق تو هن. مردم دنبال فرشته های، فرشته که نباید در آسمان باشه خواهر گلم، که فرشته همینه، تویی. اما قربونت برم، من با همین شرایط جسمی هیچ وقت ناامید نشدم. هیچ وقت. نباید بشی. تو وقتی میتونی عروسک درست بکنی، برای چی نام خداوند قهرش میگیره اگه تو بخوای ناشکری بکنی؟ یادت نره. مردمی هستن که چششون نمیبینه، مردمی هستن که مغزشون فرمان میده، زبون انجام نمیده، هزاران تا چیز دیگه است. این همیشه شکرگزار پروردگار مطلق باش. همین که شما عروسک تو بغل، عروسکت خیلی قشنگه، بیار بالا ببینم، بیار بالا. آفرین، برش گردون، دامن تنشه. بله. خیلی چه موهایی هم داره، مثل خودت خوشگله. به به. تمام، اونا همه مال من، 100 تا اول مال من. من و حاجی رو میشناسی؟ آرش حاجی هست میشه با منه، میشناسی حاجی رو؟ نه نمیشناسم. یکی هست که همیشه با من، همیشه این مسافرت میریم، همیشه با شوخی میکنم. حاجی رو دیدی؟ آره 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 حاجی آره. نیست، اون الکی میگم حاجی، اون تا مشهد هم نرفته، اون بزرگ شده خارجه. خب آره، نصف حاجی میخره، نصف من و حاجی با هم دیگه. ولی من همین تا امشب بلا ترتیب 100 تا رو میدم. خب خیلی زشتی. آره، تو الان تنها کاری که میکنی، اسمت بده بار دیگه، اسم معصومه اسم داره. معصومه جان، تو الان یه عالمه دیگه، تو این 100 تایی که الان من میخوام ازت بخرم، و اگه الان خواستن بهت بفروشن، بخواستن ازت بخرن، تو نگو ندارم. خب تو این 100 تای من حسابشو به تو میدم. تو این 100 تای نقدی تو اول بفروش، بعد 100 تای منو ماهیانه به من بده، عروسک به من بده. چطوره؟ چشم. پس دوست یعنی تو الان دارم. 100 تا پیش فروش کردی الان. خب این 100 تایی که داری رو، این 53,000 نفر، 2,000 نفرشون به تو میان عروسک تو میخرن این 100 تا رو. خب بعد من پیش پرداخت بینه به شما میدم، شما ماهیانه حالا روزی یه عروسک، دو عروسک. ولی عروسک هایی که برای من میخوای درست بکنی، باید فکرت هم بره. اینا رو هم همه رو با عشق درست کردی، درسته؟ یعنی تو خونه هر کی بره امید عشق توشه. ها اصلا برکت میاره. همه باعث میاره. تمام شد، تمام. خب شما الان یه کاری همه بکن جان. دوست به آخ جیگر تو، من برم نوکرتم، من حرف نداری، من با شما هم دیگه. میدونی که من فهمیدم که اگر بخوای برسی به اون نوک باید از ته شروع کنم. خب ته رو خودم دیدم، ولی الان که دارم میرسم به نوک باز میبینم نکتر هستن که شما این. من دارم میام به سمت شما. متوجه شده چی شد؟ برای من جا باز بکنین، من دارم میام سمت شما. به والله قسم، به والله پرابلم. به والله پرابلم. آره هیچی. میگم که تربت جام جیگر من، چه زبونی صحبت میکنین؟ ترکی هستین؟ نه. تربت اینجا 8 ساعت مشهده. 2 ساعت رو یکی از شهرستان کوچیک و محرومیه. آها، با اونجا با مادرت زندگی میکنی؟ آره با مادر زندگی میکنم. یه خونه اجاره کردیم.
بعد کرایه میدیم. و دیگه خونه اجاره رو باید کرایه بدین دیگه، باید به چی بکنیم مسئول جان؟ آره. خونه با کرایه ندید. صابخونه کیه؟ صابخونه آدم خوبی هست، اذیتتون نمیکنه که مادر خوبیه، خیلی خوبه. من خوب اذیت است. نمیکنم. آره. شماره هم من به تو، من الان شماره هم برای توی دایرکت میذارم. خب من و تو دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم. خب آره با هم دیگه صحبت میکنیم. من دیگه اصلا یه دونه ماهواره میرسم تو تربت جام دیگه از این به بعد هر روز. آره میگم هوای خودتو داشته باش، خوشحال باش، برای مردم خوبی و نیکی بخوا همیشه. خب بعد برای همه دعا کن. هیچ موقع یه چیزی هم بهت بگم جیگر من، چون دوستت دارم، هیچ موقع توی سوشال مدیا از وضعیت بد نگو. اونی که با وضعیت بد رو ببینه میبینه، وضعیت خوبم میبینه، وضعیت بدم میبینه. متوجه شدی چی شد؟ بله. آره تو چون خودت انقدر خوشگل هستی، هر کی بیاد همه تو رو دوست دارن. تولدت کی هست؟ تولدت کیه؟ تولدم دیمایه. من 26 دیم. تو چندی؟ من 14 دیم. دیگه این دفعه بخوام تولد بگیریم، من بخوام عکس پست بکنم یه عکس تو رو هم میذارم واسه تولدت. خوبه؟ تمام عالیه. تمام شد. آره میگم رضا تو رو خیلی دوست داره، رضا شیری خیلی تو رو دوست داره. عوریزا عشقه. حس آره پدر منم رفیق بوده. فوت شده. از این بر عمر عوریزا میومد. روح پدرت شاد، عمر آقا رضا ایشالله هزاران سال، عاقبت به خیری تو و بچه های خودش با هم دیگه. حله؟ بله. الان ساعت خیلی چنده اونجا؟ خوشحالم. الان ساعت چنده اونجا؟ الان ساعت 5:30. 5:30 بهترین روز زندگیمه. نه بهترین روزای زندگیت خواهد آمد، هنوز تازه شروع شده، عجله نکن. آره پس من و تو با هم دیگه توی دایرکت شماره میدم، صحبت میکنیم. فقط یه چیزی جیگر من، اون داستان پیش خرید اینا، من اگه تو دایرکت بعدا جواب نمیدم اینا، یه موقع غصه نکنه، غصه بخوری وای چرا جواب نمیده، من نمیام تو دایرکت. خب آره میگم خواننده کی دوست داره؟ خواننده هایده و اینا هم خوشت میاد؟ چه خواننده کی دوست داری خواننده؟ من خواننده فقط رضا شیری. آفرین، همینو میخواستم آفرین. به تو میگن فن وفادار. آفرین. منتظر بودم بگی آره خانم هایده، بعد میخواستم بگم رضا چی شد پس. آفرین. غریبا جان میگم چیزی هست میخوای بگی اینا، یا من باید برم الان این خواهر منم بعدی خواهرم بیارم بالا و قسمت تو شد. جان بگو در خدمتم. حواسم قربونت برم. من خیلی جان خوشحال شدم. من عزیز من آرزو نوکرتم. می‌کنم بابا من نوکرتم. این حرفا چیه؟ همیشه سلامت باشی. از خدای بزرگ بهترینا رو برات میخوام. من امروز خوشحال کردی. خدا تو رو خوشحال کنه. بعد هر کی دوست داره بیاره مزاحمتون نمیشه. نه من الانم بچه ها هر کی میخواست عروسک بخره 100 تا آماده هست. من امشب تا فردا صبح امانتی خودم میرسونم پیش خرید، و شما این 100 تا رو الان بده که یه ذره اوضاع بهتر بشه دیگه. آقای صابخونه هر کی که هستی زنده باد، مرام و معرفت. این لابلا یه حالی هم بده داداش دیگه. آره بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زیر گوهرن. به مادرت سلام برسون. خب بزرگیتم. مواظب خودت باش. بعد حواست هم الان باشه، الان 10 دقیقه دیگه تمام موش و سمور میخوام بیان تگت بکنن و اینجوری اون. حواست باشه، مفتبر زیاده. هر کاری میکنی با امورزا مشورت بکن. خب چشم. هر کاری میکنی با رضا شیری مشورت کن، یادت نره. خب جیگرتو برم، کاری نری با من. قربونت برم. خوشحال شدم. نوکرتم من. مواظب خودت باش. شماره هم برات میذارم الان. خب باش. تو قطع کن که بگو من نزنم، الان قطع میشه. تو قطع کن که من بلد نیستم میزنم. همه جا خراب میکنم. حالا بذار خواهرمو بیارم. وایس روحیه. گناه تو خوشگلیه، خوشگلی درد سر داره.
من باید همینجا باشم با همین حال بکنم. والا با گاییدم ماره، اون اینجوری شد این اینجوری شد. آره همه گاییدم. آقایون، به پیر، به پیغمبر، به روح مادرم من قلبم پاک نیست. این قانون زندگی همینه خارکسته دیگه. بعد یارو میگه آقا ایسان تو چجوری تو این سن اونجوری شد اینجوری شد؟ بابا یارو 60 سال کار میکنه خارکسته فرغون نمیتونه بخره. من خار خنگ گاییدم، انقدر گاوم انقدر احمقم، همینجور خدا داره میسازه. چیکار کردم الان؟ هیچ. شما میدی با یه خانوم با یه آقا میخوای بری یه شب اشغال بکنی، 50 میلیون پول ویلا و مشروب و عرق میدی. 100 تا عروسک ساخته میخواد بفروشه 20 میلیون. ببخشید من میزنم خایم رو قطع میکنم حتی اگه بخوام $1 بدم جای دیگه خرج بکنم. به قرآن مجید حضرت عباس اینا همش واسه اونه. تموم کنم شروع میکنم به اینا تموم بشه دوباره میرم کار میکنم. برای چی نکنم؟ خواهر من بیا فدای تو بشم دیگه، من خسته شدم. بیا رقیه جان بیا. این نمیاد، این میزنه بیا. آقا خانم رقیه بیمار پروانه من 10 بار ریکوست دادم، بنده خدا شاید جاییه. من یه لایو به تو بدهکارم دیگه. حالا مثل قسمت فریبا شد. آره لایو بعدی من از این به بعد هفته یه بار لایو میذارم. کوچیک اون مبهوس کوچیک اون. خدایا این تریبون انقدری رو به من دادیم، من سمت دارم، من سمت دارم خدا. نمیدونم چی بگم، بازم خیلی با کلاس بودم مبهوس. بچه خیلی مبهوستونم.